اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بنده خلخالی هستم. سریعتر میرم سر اصل مطلب و آموزش امروز. برای امروز یک طلسم جلب محبت ناری آتشی با سفال خواستم براتون آموزششو به صورت صحیح بذارم. روز نوشتن این عمل، روز انجام این عمل و نوشتن این طلسم یک شنبه یا پنج شنبه است. بخور این عمل صندل سرخ یا همون صندل قرمز و عود هندی هست. در رابطه با عود هندی تو جاهایی که بخور میفروشن، عود هندی ما تخم عود هندی هم داریم، یعنی تخم اون درخت هم هست. عود هندی یک درخت، بدنه درختیه، چوبه. اون عودی نیستش که شما میرید به صورت مصنوعی میخرید مثل سیخ‌های فتیله‌ای، اونا نیست. این عود هندی چوب عود هندی. گذشته از اون اسراف این عمل به سوره زلزله، تحسین این عمل آیت الکرسیه. در رابطه با اسراف و تحسین عمل که بلد نیست، ما تو کلیپ‌های قبلی آموزش‌های اینا رو گذاشته، میتونن برن استفاده کنن. طریقه این انجام این عمل هم به این صورته که این طلسم رو که این ور کادر است، این کادر قرمز کشیدم که تا این صورت طلسم از این ور جدا بشه. این کادر رو شما لازم نیست بکشید، این کادر قرمز رو لازم نیست شما بکشید. صورت طلسم باید این صورت طلسم رو به صورت صحیح که الان واسهتون توضیح میدم روی یک کوزه سفال آب ندیده، یعنی سفالی که استفاده نشده باشه. متوجهی؟ سفال وقتی که از کوره میاد بیرون تازه هستش، از این سفال باید تهیه کنید. نه اینکه سفالی که مثلا خونه دارید استفاده کردید، حالا داخلش آب میریختید، ماست میریختید، هر کاری میکردید، حالا اون سفال به درد نمیخوره. سفال آب ندیده این سفالی که استفاده نشده باشه. این طلسم رو بر روی بدنه سفال نقش میکنید، دو تا دور سفال. بعد در یک جای خلوت، حالا کنار رودخونه‌ای، تو صحرایی، یک جای خلوتی، یه آتیشی روشن میکنید، یه هیزم مختصری روشن میکنید و کوزه‌ای که سفالی که روش طلسم رو نقش کردین رو بر روی آتیش میذارید تا 1 الی 2 ساعت که خود اون هیزم دیگه رو به زوال میره، هیزم خاموش میشه. بعدی که خاموش شد این سفال رو بردارید. خیلی میپرسن آقا مثلا ما چند روز این کار انجام بدیم؟ همون 1 ساعت 2 ساعت کافیه. یک مرتبه برای این عمل 1 مرتبه کافیه. بعد اینکه انجام دادیم میگن خمره رو چیکار کنیم؟ کوزه رو میتونید توی آب روان بندازین یا در یک جای به قول گفتنی داخل همون صحرا میتونید دفنش کنید، یا دفنش کنید یا به آب روان بدید. به این صورت حالا صورت طلسم بشه صورتی باید انجام بشه. این طلسم اول این کادر 4x4 جدول 4x4 رو انجام میدید. بعدی که این جدول 4x4 رو که رسم کردید، اول عدد 6، بعد عدد 12، بعد عدد 26، بعد 32، بعد این 32. حالا این 32 این دو تا فرقی نداره، از عدد کوچیک به بزرگه. این دو تا 32 عدد مساوی هستن. میتونید اول این 32 بعد این خونه رو پر کنید، فرق نداره کدوم خونه 32 رو اول پر کنید. منتها اول 6، 12، 26، بعد حالا یکی از این دو تا خونه ها رو به ترتیب پر میکنید. بعد که انجام دادید این خونه، این اسم رمز رو پر میکنید، این کلمه رمز رو پر میکنید. رمز هستش، رمز. اول این خانه، بعد این خانه، بعد این خانه. بعد میایید سراغ اعداد و حروف طلسم. این دو تا خطه که انجام دادید 3 مرتبه می‌نویسید الوها، 3 مرتبه الاجل، 3 مرتبه الساعت. بعد این دو تا رمز که با ابجد هستش، اسماء خاصی هستش، با ابجد هستش رو از راست به چپ قشنگ می‌نویسین. زیرش هم می‌نویسین فلان ابن فلانه عاشق و شفقت و جلب الی فلان ابن فلانه یا فلان بنت فلانه. اون دیگه بستگی داره شما چه شخصی رو با
حالا دختره یا پسره دیگه، ابن و بنتش تغییر میکنه دیگه. خب دوستان، امیدوارم که در عملتون موفق باشید و برای ثبت سفارش هم، برای ثبت کارتون، کسی اگر میخواد کاری انجام بده بنده انجام میدم و فقط در تلگرام و اینستاگرام پاسخگو هستم که واسهتون اول ویدیو اینستاگرام و تلگرام، آیدی تلگرام واسهتون میذارم. سربلند و سرافراز باشید دوستان، تا دیدار دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.